سلام دوستان، یه نکته قابل تأملی که در اجرای دیواره پانل بتونی اکسپوز هست، همونطور که مشاهده می‌کنین یک طرف دیوار نما داره. یعنی اگر اینجا بر خیابون باشه، شما دوباره یا باید نما رو به سمت خیابون بذارین و از اون ور نما کنین یا بالعکسش. خب باز از اون ور باید دوباره هزینه نماکاری بدین که بسیار بالا هستش، دوباره وقت و هزینه شما رو هم میگیره. ما برای این مشکل راه حل ایجاد کردیم که بهتون الان نشون میدم. خب مجموعه فرابتون اومده این مشکل رو حل کرده. با پانل های مخصوص دو طرفه ما دیگه نیازی طرف دوم رو هم بیاین نما کنید. ما در طرح‌های متنوع اومدیم قالباش رو آماده کردیم. در پست های قبلی حتما داخل پیج ببینید طرح‌ها رو معرفی کردیم. الان طرح موجم قالبش آماده شده که من به شما میگم این طرف اولش هست یا طرف دوم فرقی نداره. اینم طرف دوم، یعنی هر دو طرف نما داره و دیگه نیازی نیست شما هزینه اجرای نما برای دو طرف داشته باشید.